بار دیگر درود میفرستم به کاربران بی‌نهایت گرامی رادیو آزادی، به همه آنهایی که دائم خبرگزاری‌های رادیو آزادی را پیگیری میکنند. شعله گل خواجه هستم، بازم در خدمت شما و ساعت با وقتی پراگا رسوده هست، در دوشنبه باشد ساعت رسو 1. و قبل از اون که من به تقدیم سرخط خبرهای تاجیکستان و جهان شروع کنم، میخواستم با یک شما بینندگان عزیز برای پیام های پر از مهری شما سپاس بگویم و تشکر میگویم که برای ما اخلاص دارید و دائم ما را تماشا میکنید و ما از داشتن هر یک شما در الوهیدگی افتخار میکنیم و امیدواریم که همیشه خبرگزاریش رو شما از رادیو آزادی که همکاران ما کوشش میکنند دائم خبرهای تازه رو به سهم شما برسانند پیگیری خواهید کرد. خب اکنون رو میارم به خبرهایی که تا حال در دست من هست و فراموش نکنید که بعد از 3 ساعت دیگر بازم من شما را در پخش مستقیم برنامه خبری رادیو آزادی منتظر میشوم، البته با تفصیل خبرهایی که حالا من برای شما ارائه خواهم کرد و تا اون وقتم اگر بازم یگان خبر گزارش تازه پیدا شد ما حتما شما را در جریان خواهیم گذاشت. و همین لحظه ها در کاخ باربد دوشنبه ملاقات پرزیدنت تاجیکستان با صاحبکاران، مالکان کارخانه و شرکت ها و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جریان دارد. انتظار می رود که عملی رحمان در مورد تفتیش‌های پیوسته و سنجش‌های بدون اساس فعالیت صاحبکاران، اینچنین عاید فایزهای بلند قرض بانک‌های کشور صحبت کند. باید گفت فعلا در تاجیکستان حدود 300,000 صاحبکار انفرادی ثبت نام شده. سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی از 60% بیشتر است. اما تاجیکستان به فهرست کشورهای شامل است که سطح اندازبندی یا مالیات در آن کشورها خیلی بالاست. ضمناً رسو 1 سال پیش در همین روز در ملاقاتش با صاحبکاران عملی رحمان وزارت مالیه را تنقید کرد و که او به شرکت امید 88,170 میلیون سومانی را قرض داده این مبلغ را برگردانیده نتوانست. در پی این انتقاد دو رهبر شرکت مذکور بازداشت شدند. همگی 1 ماه پیش دادگاه رجب علی آدینایف رئیس شرکت را به 24 سال زندان و معاونش ایدیبک ابراهیموف را به 22 سال زندان محکوم نمود. خب منتظر میشویم که در ملاقات امروزه چه حرفی تازه گفته می شود. همکاران ما حال حاضر در نزدیک کاخ باربد قرار دارند تا اینکه به واسطه با خود شرکتداران نشست هم صحبت شوند. فکر میکنم تا شروع برنامه خبری ما تفصیلات را در دست خواهیم داشت و برای شما پیشنهاد میکنیم. مرا سفید کنید. امروز دادگاه ولایتی سوخت پرونده خیرالله میرسیدوف ژورنالیست و رهبر کوین تاجیکستان را بازبینی میکند. میرسیدوف همراه با وکیل دفاعش خواسته بودند که پرونده او از نو بررسی شده او را بیگناه اعلان نمایند. چند هفته پیش بعد آزاد شدن از بازداشت 8 ماهه میرسیدوف گفته بود که برای سفید کردن نام خود تا به آخر مبارزه خواهد برد. خیرالله میرسیدوف ماه دکبر سال گذشته بازداشت شد و ماه ایول امسال با جرم از آن خود کردن و اسرافکاری مبلغ‌های دولتی، ساخته‌کاری حجت‌ها و پخش معلومات بر دروغ به 12 سال زندان محکوم شد. بازداشتی او بعد آن صورت گرفت که خبرنگار تاجیک در شبکه‌های اجتماعی رئیس سابق اداره جوانان ولایت سوخت را به طلب پاره متهم کرد. در پی طلب جامعه شهروندی و سازمان و کشورهای بین‌المللی دادگاه ولایت سوخت در روز 20 آگوست میرسیدوف را بعد از بازبینی کاساسیونی پرونده او از زندان آزاد نمود، اما داغ سودی را از نام او نبرداشت. دادگاه خیرالله میرسیدوف را به پرداخت 80,000 سومانی جریمه و کارهای اصلاحی موظف نمود. برای نظارت رفت اما غرق شد. یک افسر نیروهای مرزبانی تاجیکستان شنبه 13 اکتبر در نویه همدانی در دریای پنج به هلاکت رسیده. از او سرداری یکی از دیدبان‌های سرحدی قسم نظامی در همین ناحیه بوده است. این افسر زمان غرق گشت که برای سنجیدن خبر درباره مرزشکنی از سمت افغانستان به نزد شاخوبه می رود. یک سربازی که او را همراهی داشته تلاشی برآوردن افسر را میکند اما بنابر سردی به این کار موفق نمی شود. جسد افسر 27 ساله را بعد تشخیص به زادگاه اشنویه باباجان غفورов بردند. حالت سربازی زنده مانده، وزنی ارزیابی می شود. تفصیلات این خبر و اسم افسر هلاک شده و سربازی بستری را در برنامه خبری برایتان خواهیم گفت. ورود برای مردان من است. در برنامه امروزه برایتان از افتتاح شدن یک طرفخانه قصه میکنیم که
تنها برای زنان پیش بینی شده است و حتی صاحب آن که مرد است حق ندارد به این طرف خانه درآید. البته تأسیس چنین یک مکان را زنان و مردان به گونه‌های مختلف قبول کردند. برخی حتی گفتند که جدای اندازی جنسی میتواند مایه نارضایت باشد، ولی در هر صورت زنان که یک محیط سالم و سازگار را آنها نیز به آن نیاز داشتند برای سیر و آسایششان بالاخره پیدا کردند. این طرف خانه در کجاست؟ با ما بید بعد کمتر 3 ساعت دیگر خواهید فهمید. و چرا کسب امام خطیبی در مسجدهای تاجیکستان خطرناک می شود؟ ظاهراً بسیاری ها دیگر نمی خواهند این مسئولیت را بر دوش بگیرند، در حالی که تا چند سال قبل امام خطیب شخصی با احترام و با نفوذ محله بود و برای صاحب شدن به این عنوان و وظیفه رقابتی شدید جریان میگیرد. سبب در چیست که وضعیت تغییر کرده است؟ در این باره صحبت خواهیم داشت و موضوع را برایتان روشن میکنیم. امیدوارم که بعد از 3 ساعت دیگر در پخش مستقیم برنامه خبری به ما خواهید پیوست. فراموش نکنید این برنامه در آزادی ویدیو کانال مخصوص رادیو آزادی در یوتیوب پخش می شود، همزمان در www.azadi.org وبسایت رسمی رادیو آزادی می توانید ما را تماشا کنید. همه شما را بعد از 3 ساعت دیگر منتظر میشم.